خب عزیزم خوش اومدی به مالاگا، به ساحل خورشید، کوستا دل سول بهش میگم و میبینم که حال و روزت خوبه. از آلمان اومدی؟ از کدوم شهر؟ من دانیال هستم. سلام به همه. از شهر دوسلدورف آلمان اومدم. زنده باشید. یه 10 سالی من توی آلمان زندگی کردم و بعد دیگه خدا رو شکر رسیدم به اقامت آلمان و بعد که پاسو گرفتم دستم گفتم خب این دیگه پاس تیکت خروج از آلمانه. آره. بعد دیگه یه تحقیقاتی کردم و دیدم چند تا شهر خوب هست تو اسپانیا. اول رفتم بارسلونا، بعد رفتم والنسیا و بعدش اومدم مالاگا. گفتم توی شهرها من تحقیق میکنم ببینم کدومش خوبه، یه جا رو انتخاب میکنم برای زندگی. بله. بعد این شد که اومدیم اینجا و الان بارسلون رفتی و والنسیا، الان مالاگا. میدونی دقیقاً کجاست؟ بارسلونا شمال شرقی اسپانیاست. بعد 200 کیلومتر پایین‌تر که بیایی در حاشیه دریای مدیترانه میشه والنسیا. و از والنسیا تا اینجا تقریبا 730 کیلومتر. ما جنوبی ترین نقطه اسپانیا هستیم. مالاگا در از شاخ آفریقا هستیم. جالب بعضی روزا که هوا خوبه شما اون بر قاره آفریقا مراکش رو میتونید ببینید. بعد یه چیزی باید بگم برات شاید جالب باشه. ما تو درسای ایران زمان قدیم اینو داشتیم که میگفتن آب و هوای معتدل مدیترانه. این آب و هوای معتدل مدیترانه مال اینجاست. مال دقیقاً مالاگاست. حالا دلیلش بهت بگم. چون جاییه که اقیانوس آرام تنگه جبل طارقه که آب تمیز اقیانوس وارد دریای مدیترانه میشه. به این دلیل اولا که آب تمیز داری شما همیشه اینجا که ما مالاگا دقیقاً در کنار این تنگه هستیم. به اضافه اینکه چون اینجا دو قاره خیلی به هم نزدیکن، همیشه یه گردش هوای گرم و سرد داریم که از آفریقا گرم میاد، از شمال اروپا سرد میاد، به همینجا میخورن. ما همیشه نسیم داریم، به همین دلیل رطوبت نداریم. درسته که شما تو بارسلون و والنسیا رطوبت هوا بالاست. حالا میخوام اول توضیحات بدم. خب به من بگو ببینم که الان تو این سفر که اومدی تجربیاتت چی بوده در مورد اسپانیایی یا کلا از بارسلون و والنسیا و مالاگا؟ خیلی برام جالبه. اولین چیزی که برام جالب بود و خودم تجربه کردم این بودش که رفتم ایستگاه اتوبوس، بعد دیدم چرا این اتوبوس‌ها رد میشن؟ چرا ما نمیستن؟ خیلی جالبه. تو دست رو بگیر مثل آلمان نیست. کلی خندیدم. من فهمیدم که مثلا اینطوریه باید دست رو بگیر. ولی اینجا اصلا اینجا که اومدم انگار توش روح داره، انگار توش حس داره، همه چی رنگی تره و واقعا اصلا انگار اینجا تازه دارم حس میکنم که دارم نفس میکشم، تازه دارم زندگی میکنم و مردم خیلی خوشحال ترن، خیلی شاد ترن و خیلی دوستانه ترن و ازشون سوال میپرسی وقت میذارن، قشنگ توضیح میدن، آدرس میپرسی قشنگ میبره همونجوری که میخوای تا نرسونت اینجا. اصلا واقعا اینجا معرکه است. حالا یه توضیح بدم. من خودم چون سالیان سال بالای 30 سال در آلمان زندگی کردم، شهر کل، و قبل از اینکه شیفت کنم بیام اسپانیا در دوسلدورف زندگی میکردم. خب من نمیخوام مقایسه مستقیم داشته باشم. من از نظر خودم این چیزی که خب کسی که در آلمان بزرگ شده سالیان سال و الان 11 ساله در تقریبا اسپانیا زندگی میکنه، اولین چیزی که باعث میشه که تفاوت اصلی رو بین آلمان و اسپانیا رفتار مردم. حالا نمیدونم شاید به خاطر آفتابه، نمیگم، یا هواست، نمیدونم، خیلی گرمتر و مهربونتر. و این قسمت که من زندگی میکنم استان اندلوسیا جایی بوده که 700 سال مسلمونا توش دست مسلمونا بوده و همین یعنی خود فرهنگ اسلام هم اسلام کشور مصر و مراکش که خب اون موقع فرهنگ غنی داشتن اینا وارد این کشور شده و مردمان این منطقه اندلوسیا یه خورده شبیه ما ایرانی‌ها هستن. خیلی مهربونن، خیلی کمک میکنن. بعد
همیشه اگه نگاه کنی اینا لبخنده رو صورتشونه و خب دقیقاً این هوا هم 320 روز آفتاب اینجا هستش. حالا فکر کن تو الان ما اکتبر هستیم، توی آلمان فکر میکنم امروز هوا 10 یا 11 درجه باشه. خیلی از دوستان کاپشن پوشیدن و بارون و اینا. امروز اینجا هوا به 29 درجه میرسه. فقط فرقشو میخوام بدونیم. و خب ما الان 4 ماه بارون ندیدیم. یعنی داریم دعا میکنیم خدایا بارون دست که اگه آلمان بودش دعا میکنیم خدایا آفتاب. این مسئله نمیدونم، اینو حس کردم میخوام ازت سوال کنم. من همیشه شخصا این نظرم، ببین من اینجا هر چیزی که میگم به کسی بر نخوره. ما ایرانی هستیم، وطنمون ایرانه در اصل. کاش که میتونستیم در کشور خودمون باشیم. اگه مقایسه میکنیم هیچ اصراری نداریم که بگیم اون کشور بهتره این کشور. بگم من پاسپورتم آلمانیه مثل تو، به هر حال ما پاسپورت آلمان رو داریم و تشکر میکنیم از آلمان که بیایم اونجا بزرگ شیم، تحصیل کنیم، درس بخونیم، اطلاعات خوب بگیریم. دیسیپلین آلمان چیزیه که هنوز زبان زده همه مردم دنیاست. خیلی چیزای خوب یاد گرفتیم. من نمیخوام مقایسه بکنم، ولی میخوام در شرایط فعلی این سوال ازت بکنم. دقت کردی که این آسمون آلمان به دلیل که همیشه خاکستریه تاثیر خیلی زیادی داره روی مردم، روی افراد، روی کار، رو همه چیز. یه خورده از زندگی در آلمان توضیح میدی؟ حسی که داری صبح از خواب بلند میشی، خیلی دوست دارم اینو بدونم. تو چجوری حس میکنی؟ سوال خیلی قشنگی پرسیدی. من قشنگ احساسی براتون توضیح بدم. ببینید روز دوشنبه که میشه همه که میرن سر کار میگن ای بابا امروز روز مونتاگ، روز دوشنبه است، کی میشه برسیم به روز جمعه که برسیم به آخر هفته. یعنی مردم که از خواب بلند میشن تو کل هفته همش دنبال اینن که کی آخر هفته میشه و همش میخوان که اون 8 ساعت رو به اتمام برسونن که کارشون تمام بشه برن. یعنی کار کردن براشون مثل لذت نمیبرن از کار. و آب و هوای آلمان هم همینطور تأثیر خیلی بدی گذاشته مردم و همه حالت پوشیده یا با کاپشن و اونجوری مثل اینجا نیستش که بگه واو هوا خوبه برم بعد از کار مثلا بیرون یه قهوه بزنم، چه میدونم برم کنار ساحل نداره و مثل یک زندگی رباتیک بدون احساس شده. اما اینم بگم تو خود آلمان ماهایی که مثلا مهاجرت میکنیم، آلمان خب برای ماها خوبه، یه جوری مثل یک سکوی پرشه و یعنی تو خود آلمان باید به یک لولی از موفقیت برسی و بعدش به این تصمیم برسی که خب الان یه نقطه‌شه که از آلمان بزنم بیرون. برای همین نمیخوام آلمان رو بکوبم. آلمان رو من خب خودم 10 سال توی زندگی کردم، تجربیات خوبی داشتم، همه چیز برام جدید بود و طبیعتاً بدی هایی که داره، 2 تا چیزی که خیلی بولد و مهمه، مردمش و آب و هواش. آره. 2 تا چیز مهم برای ما. آره. برای همین من فکر میکنم که هر کسی که مثلا آخرش تابعیت رو میگیره، پاس رو میگیره، تو اون نقطه از زندگیش باید ببینه که چند تا وابستگی داره به آلمان. مثلا یکی هست با خانواده است، با زن و بچه است، بیزینس داره، مغازه زده فلان، خب گیره. آره اون قشنگ ریشه کرد تو، اون نمیتونه به راحتی به این سادگی بیاد. آره بخواد مثلا از همه اینا دل بکنه دوباره بگه وای پاشم برم اسپانیا الان دوباره همیشه از اول بسازم. مثلا منی که اومدم اینجا، خب من خانواده بودم، من خدا رو شکر هنوز ازدواج نکردم، قسمت نشده، برای همین وابستگی به زودی زنش میریم تو اسپانیا. به زودی زنش میریم تو اسپانیا. اتفاقا خوشحال میشم زن اسپانیا خوب برای پیدا میشه. آره این شد که دیگه گفتم خب الان دیگه وقت مهاجرت مجدده و اومدیم اینجا و خیلی خوشحالم که باهات آشنا شدم و زنده باشیم. و خیلی سوالایی دارم در مورد چالش‌های اومدن به اینجا، چون خیلی هستن مثل من تو آلمان الان خب پاسر گرفتن و شرایطشو دارن که بخوان بیان اینجا. سوالی که هست اینه که چالش‌های اولیه‌ای که مثلا واسه کسی که میاد اینجا چی؟ طبیعتاً
اولیش کاره. خیلی کردن کار اینجا چطوریه سخت؟ ببین من خیلی از دوستان قدیمیم در آلمان، در کشورهای اسکاندیناوی، در اروپا، حتی اونایی که در ایران هستن، یه سری ایرانیان داریم که در ترکیه هستن الان، سوال میشه. ببینید من اگر بخوام واقع بینانه صحبت کنم، من خودم شخصی بودم که از آلمان اومدم اینجا واقعا از صفر مجددا شروع کردم. درست. تو این 10-11 سال و متاسفانه وقتی از صفر شروع میکنی و موقعی هم که من اومدم واقعا کسی نبود که به من بگه راه و چاه چیه، برای همین واقعا 2-3 سال سختی کشیدم. ولی خب الان شرایط عوض شده، یعنی ایرانی اینجا زیاد شده به دلیل که یکی از نقاط مهاجرت اروپایی‌ها شده، نه فقط ایرانی‌ها، خیلی اطلاعات زیاد شده، امکانات زیاد شده. اولین چالشی که من میگم مهمه که بهش غلبه بکنن انسان‌ها که اصلاً دقت نمی‌کنن، زبان. یعنی من اولین چیزی که به تو میگم دنی جون اگه میخوای به اینجا، اولین چالش کار نیست، زبان. اولین چالش زبان. ببینید شما وقتی زبان این اسپانیایی یاد میگیرید، فرهنگ، وارد فرهنگشون میشید دیگه. ما دوستانی رو الان داریم چند سال اینجا زندگی میکنن و مینالن، میگن آقا کار نیست، این نیست، ولی وقتی وارد زندگیشون میشی میبینی که زبان اسپانیایی هنوز بلد نیست. دارن سعی میکنن انگلیسی صحبت کنن یا اسپانیایی دست با شکسته یاد. این چیزی که من توصیه اولی میکنم به هر کسی، میگم آقا میان اینجا اول از همه زبان اسپانیایی یکی از راحت ترین زبانهای اروپاییه و مخصوصا اونایی که از ایران میان و زبان فارسی بلدن، جالبه بدونید دستور زبان اسپانیایی خیلی نزدیکتر به دستور زبان ایرانی فارسی تا به دستور زبان آلمانی یا سوئدی. چون مثلا اگر شما بخوای یه مثال بزنیم، ما تو آلمان وقتی میخوام بگیم مثلا کتاب کوچک، ما تو فارسی میگیم کتاب کوچک، تو اسپانیایی هم میگیم کتاب کوچک وقتی ترجمه میشه، ولی تو آلمانی باید بگیم کوچک کتاب. یعنی این باعث میشه که کسایی که مثلا فقط آلمانی بلدن میان اسپانیایی یاد بگیرن، این چیزا براشون سخت میشه، ولی برای ایرانی‌ها نه، که دقیقاً دستور زبانیه. پس چالش اول زبان. درست. شما وقتی زبان اینجا رو یاد بگیری، انتخاب کار دوستان خیلی ساده میشه. من میبینم خیلی از ایرانیایی که از آلمان میان، اولین کاری که میکنن یا میخوان اینجا برن تو کار گاسترونومی، مثل تمام دنیا یه رستورانی بزنن، یه کیوسکی بزنن، مواد غذایی. اولین چیزی که به نظر همه میاد، دلیلش چیه؟ چون زبان بلد نیستم، این راحت ترین کاره، یه رستوران میزنیم، یه پیتزایی میدیم. در صورتی که دوستان کشوری که 45 میلیون دنی جان جمعیت داره، نمیشه که کشوری باشه که کار توش نیست. اینجا هم ما کارهای دیگه داریم، اینجا هم ما صنعت هست، کشاورزی هست، کارهای خدماتی هست. ولی چرا ایرانی‌ها میرن تو کار گاسترونومی؟ چون راحت زبان لازم ندارن. بنابراین وقتی تو زبان یاد میگیری، مثل شغل من الان کاری که میکنم توی کار تولید کولر و دستگاه‌های ژنراتورهای آب هستم. اصلا با گاسترونومی کارم، هرچند که یه سرکی من هم تو گاسترونومی کشیدم، من هم یه رستورانی اول زدم، ولی دیدم که بله، ولی دیدم که این فایده نداره. شما زبان رو باید یاد بگیرید و موفقیت شما دنی جان موقع اینجا شروع میشه که زبان اینجا رو به حد روزمره بلدی. درست. این هم یه کورس 3 ماه هست که تو قبل از اومدن اینجا میتونی تو آلمان بگذاری. الان با اومدن چت جی پی تی و ای آی شما خیلی اپلیکیشن هایی داری که میتونی سریع اسم. پس چالش اول شد زبان. درست. چالش دوم کار. دقیقاً درست. کارم واسه توضیح دادم. اگه زبان بلد باشی، خیلی دوست دارن شرکت‌های اسپانیایی با کسی کار کنن که زبان آلمانی و فارسی رو بلده و میتونه تو شرکت اونها فعالیت کنه. برای اینکه آدمی که آلمانی و انگلیسی و فارسی رو بلده میتونه توی مارکتینگ بیشتر اون شرکت رو کمک بکنه. بنابراین فکر نکنید اسپانیایی مثل آلمانیان که بگن اول اولویت اسپانیایی. نه، اسپانیایی خیلی اوپن ماینددن. میگن اگر یک کسی تو شرکت ما باشه که زبان انگلیسی بلد باشه، فارسی هم بلد باشه، فرهنگ ایران و آلمان رو بشناسه،
زبان اسپانیایی باید بشه، خب ما اینو بگیریم استخدام. دیگه کارآمدتره دیگه طبیعتا. سوال بعدی خواهد بود که آقا مقیاس درآمد اینجا اونجا چیه؟ درسته؟ ببینید این سوالی که همیشه ما با آلمانی‌ها داریم، میگن که آقا اقتصاد تو اسپانیا خراب. من به عنوان کسی که 11 سال اینجاست و بالای 30 سال در آلمان زندگی کرده میگم اقتصاد در اسپانیا خراب نیست. کشوری که 45 میلیون جمعیت داره و 100 میلیون توریست سالانه واردش میشن، ببینید چه پولی وارد این کشور میشه. پس اقتصاد مشکل نداره. چیش مشکل داره؟ مشکل اینه که اسپانیایی از زندگیشون لذت میبرن. آقا اسپانیایی جماعت 6 ساعت در روز بیشتر کار نمیکنه و میگه که ما کار میکنیم که زندگی کنیم، در صورتی که آلمانی میگه ما زندگی میکنیم که کار کنیم. یعنی در آلمان شما باید 10 ساعت 12 ساعت کار کنی، اینجا 6 ساعت کار میکنن. خب وقتی 6 ساعت کار میکنن بحث این میشه که آلمانی میگه اقتصاد اسپانیا پایینه. نه، اقتصادش پایین نیست، مردمانش میخوان زندگی کنن، پول کمتر در میارن، ولی با همون پول کمی که در میارن شب لذت میبرن از کارکرد 6 ساعت روزشون. همون پول رو تبدیل میکنن به یک نوشیدنی و یه استیک یا یک گوشت، شب در کنار خانوادهشون کنار دریا میخورن و لذت میبرن. امروز مهمه، لحظه مهمه، در لحظه زندگی میکنن فردا. پس این ضمن اینکه یه مثال دیگه که باید بزنم که خیلی مهمه دوستان، زندگی در اسپانیا ارزونتر از زندگی در آلمانه. 30% در بعضی جاها 40% ارزونتره نسبت به آلمان. به همین نسبت آلمان درآمد و حقوقت بالاتره و اینجا 30% حقوقت پایینتره. فقط با این فرق که شما اینجا ارزونتره، حقوقت کمتره، ولی داری از هوا و مردم و امکانات استفاده میکنی. اونجا داری کار میکنی، قیمت همه چی گرونتره، ولی در آخر روز استفاده از زندگیت نمی کنی. فقط مثل ماشین، همونجور که گفتی صبح میری شب میری، صبح میری شب. این ربات. این در مورد حالا چالش های اولیه. سوال دیگه ای داری؟ حالا اون آلمانی که گفتی خیلی برام جالب بود، اونی که میگه اقتصاد اینجا بده، خودش میاد اینجا خونه میخره، بعد میخواد بیاد اینجا اصلا بیزنس را بندازه، میخواد بیاد بعد اینجا زندگی کنه، مسافرت کنه. بابا تو که میگه اینجا اقتصادش بده، اینجا چی کار میکنی؟ من بیشترین توریست آلمانی هم اصلا از اسپانیا، از بارسلونا تا اینجا که اومدم خیلی آلمانی دیدم تو خیابون. برای من خیلی جالب بود که این آلمانی‌ها رو مثلا دفعه اول که دیدم هیچ وقت فکر نمی‌کردم که یه حس هموطن بودن انگار بهشون دست بدم، چون میتونستم باشون حرف بزنم. بعد اونا خیلی جالب بود، تو اسپانیا باهات مهربون‌ترن. دقیقاً حس مردم اسپانیا و آب و هوا رو گرفتن، با تو رفیق‌ترن. با همون اگه تو آلمان حرف بزنی مثلا یه جور دیگه جوابت. یه مثال بزنم که من همیشه میزنم بچه‌ها باز خورده نگیرید از من. تو الان اومدی با هواپیما اینجا وارد فرودگاه مالاگا شدی که وقتی وارد فرودگاه میشی همه چی رنگیه، همه در حال شوخی و خنده و همش دارن غیبت میکنن. و وقتی برمیگردی فرودگاه دوسلدورف یا فرودگاه کلن، از هواپیما اول پیادت میکنن، میری تو یک راهرو، پلار میری بالا، بعد پلار میای پایین، بعد میری تو راهروی بعدی، بعد درآمد ته باز بسته خاکستری، دیوارا سیمانی. اینا نمیگم بده، خیلی از نظر مهندسی حساب شده است تو آلمان همه چی، ولی آلمانی لیات براش مهم نیست. آلمانی از نظر اینکه همه چیز درست باشه مهمه. رنگ دیگه واسش مهم نیست اونجا. دیگه براش مهم نیست که حالا اگه روی میز یه گلی هم باشه، میگن این میز باید جوری باشه که ما قشنگ بتونیم همه چیز اون رو بذاریم و کار کنیم. یا حالا زیبا نبود نه. ولی اینا خیلی روی مسائل دقت دارن اسپانیایی‌ها که اگه دارن غذا میخورن بشقابشون باید رنگ‌آمیزیش درست باشه که بچسبه بهشون. میدونی این هم چیزی که درسته. حالا سوالی که هست اینه که الان خیلی ایرانی‌ها هستن که تو آلمان هم. حالا بجز آلمان کشورهای دیگه مثل فرانسه یا جاهای دیگه. الان ما دو دسته میشیم. دسته اول اونایی که حالا پاسو گرفتن، تابعیت اون کشور رو گرفتن،
اونا براشون خب خیلی راحت تره که بخوام من اینجا کار بکنم. دسته دوم اونایی هستن که پاس ایران رو دارن و ویزای اون کشور رو بله. ویزای آلمان رو دارن که مثلا اجازه کار دارن. اینا براشون چجوریه؟ چه چالشی هست؟ اینا رو مثلا میتونی یعنی داریم میگی کسایی که پاس آلمانی دارن و اونایی که فقط ویزای آلمان رو دارن منظور؟ آره دیگه، مثلا یه کسی که در نظر میگیره که ویزای کاری آلمان رو داره، میخواد بیاد اینجا کار بکنه، به خاطر آب و هوا اینا خسته شده از آلمان، بهتره که بمونه پاس آلمان رو بگیره و بعدش بیاد یا اینکه نه. اگر در پروسه گرفتن پاس هست، توصیه من اینه که در آلمان بمونه و پاس آلمانی رو بگیره، مگر اینکه بدونه که نمیتونه به این زودی پاس آلمانی رو بگیره. خب ما داریم افرادی داریم که مثلا دوستانی داریم که 10 سال هم دارن آلمان زندگی میکنن، اقامتشون تمدید میشه ولی هنوز مشمول گرفتن پاس نیستن به دلیل شرایط خاصی که دارن. به اونا میگم اگه میبینید 5 سال 6 سال بیشتر طول میکشه پاس رو بگیرین و اجازه کار و اجازه اقامت آلمان رو بیشتر 2 سال دارین، با اجازه کار شیفت کنید بیاین تو اسپانیا، به شرط که زبان اسپانیایی رو بلد باشید و اینجا کار کنید. حداقل قرار 5 سال وایسین، 5 سال اینجا وایسید. البته اینجا برای گرفتن پاس مدت بیشتری باید باشی، ولی بیا پاس اسپانیایی رو بگیر. حالا جالبه بدونید ما همیشه پوز میدادیم که پاس آلمانی رده اوله. متاسفانه پاس آلمانی رده خودش رو از اول خیلی وقت از دست داده، فکر کنم 5م یا 6مه. جالب بدونید اسپانیایی پاس با سنگاپور و فکر میکنم کره و ژاپن جزء پاسهای اول و دوم شدن. 2 ساله پاس اسپانیا خیلی قوی شده. خب اینم به دلیل که اینا واقعا آدمایی هستن که نه دنبال جنگن نه دنبال شرن. امسال باز شادترین مردم دنیا شدن اسپانیایی‌ها. درست. و این خب کاراکتریستیک ایناست، یعنی صفت ایناست. درست. خب حالا در نظر میگیریم که مثلا من که پاس آلمان رو دارم اومدم اینجا، وقتی که کار پیدا بکنم چه مدل اقامتی چی میخوره؟ پاس چیزی میخوره؟ که قانونی تو اتحادیه اروپا هست که شما در درون اتحادیه اروپا اگر اقامت داشته باشی در یک کشوری با اجازه کار، میتونی در کل اتحادیه اروپا از اون اقامت و اجازه کار استفاده بکنی. بنابراین ما داریم که آدمایی که در آلمان زندگی میکنن اقامت دارن ولی در مرز مثلا آخن هستن، در شهر آخن که مرزیه با هلند و در هلند کار میکنن و زندگی در آخن میکنن. بنابراین شما اگر اقامت با اجازه کار داشته باشید، اقامت آوفنتالت الاubnis داشته باشید، این دولدوم نباشه، این کلماتی که من میگم البته کلمات آلمانیه، یعنی شما اجازه اقامت در آلمان رو داشته باشید، روی برگه اقامتون بالا اون علامت اتحادیه اروپا رو میبینید که خورده با ستاره هایی که دورش میخوره. شما میتونید در کل اتحادیه اروپا تبدیل کنید اقامت رو، همون اقامت 2 ساله رو میتونید بیاین تبدیل کنید به اقامت 2 ساله اسپانیا با اجازه کار و اینجا کار بکنید. البته فکر کنم به جز کسایی که پناهندگی توی آلمان درخواست دادن اونو باید ثبت بکنن، درخواست امروز بگیرن. بله درست. خب من خیلی سوال پرسیدم، فشارش سوال پرسیدم. آره من میخوام بهت بگم که چیه دلیل اصلی که میخوای از آلمان شیفت کنی به اسپانیا؟ گفتی هوا هست اینا هست، ولی دیگه دلایل خب به هر حال توی زندگی درآمد خیلی مهمه. آره. بگو درآمد بگو. احساس میکنی درآمدت مثلا تو آلمان نمیتونه اونجوری باشه که میخوای؟ من کارم یه جوریه که خب آیتیه و میتونم ریموت برای آلمان کار بکنم و در واقع اینجا زندگی بکنم. الان مثلا برای من یه جورایی چالشه که اگه من اینجا کار بکنم و برای اینجا زندگی بکنم و برای آلمان کار بکنم، مالیات کدوم کشور رو پرداخت کنم؟ جایی که زندگی میکنی و رجیستر میشی، قانون اتحادیه اروپا اینه که تو هر جا که زندگی میکنی باید بیشتر از 6 ماه در اون کشور باشی و چون باید بالای 6 ماه در اون کشور باشی باید اونجا رجیستر باشی و مالیاتتو در اونجا بدی. بنابراین وقتی شما اینجا زندگی میکنی و بیشتر از 6 ماه باید زندگی کنی، مالیات باید تعلق میگیره به اینجا. مگر اینکه آلمان
همچنان یه آدرسی داشته باشی 5 ماه بیا اینجا، قبل از 6 ماه برگردی. آلمان هم همین، بیشتر از 6 ماه باید تو کشورم باشی، یعنی بیشتر سال رو در آلمان باشی، بیا 2-3 ماه اینجا مثلا اینجا زندگی کنی، 3 ماه یه بار 4 ماه یه بار بری آلمان یه چند روزی باشی، مالیات تو در آلمان بدی. کاری که توریستای آلمانی میکنن، تو آلمان زندگی میکنن، اینجا خونه خریدن میان اینجا، ولی مالیات خونه‌ای که اینجا خریدن رو به اینجا دارن میدن و در آلمان هم باید این حسابنامه ها رو پر کنن که در اسپانیا خونه دارن و اونجا هم مشمول مالیات میشن، چون کشور مالیات گیرنده آلمان به حساب میشه، جایی که زندگی میکنن. پس میشه گفت برای کسایی که مثلا حالا قبولی پناهندگی دارن و نمیتونن الان بیان آلمان اینجا چیز کنن، میتونن در واقع یه کارفرمایی پیدا بکنن که تو آلمانه، آره اجازه میده که مثلا تو بری تو اسپانیا تا مثلا هوای سرد زمستون بیا اینجا. اتفاقی که تو کرونا افتاد، کووید افتاد، همه خونه کار میکردن. این هست حتی برای ایرانیایی هم که میخوان بیان اسپانیا، یک اقامت جدیدی درست شده که همین اقامت ریموت هست، یعنی بهشون اقامت میدن اگه بتونن ثابت کنن که در ایران کاری دارن که از طریق اینترنت از اسپانیا میتونن انجام بدن. چجوری؟ آره اقامت نوماده که الان اومده چند بله خیلی هم گرفتن و برای اینا هم برای کسی که تو ایران هم هستن این امکان هست که از طریق وکیل ثابت کنن در ایران یه کاری دارن میکنن که تو اسپانیا زندگی میکنن، از طریق اینترنت میتونن کار رو انجام بدن. این هم بگم در اینجای صحبت ایرانیای محترم و عزیز که در ایران هستن، اسپانیا همچنان جزو کشورهایی که خیلی راحت میتونید اقامتشو بگیرید، فرمای مختلف داره که اگر بعدها سوالی داشتید میتونید از من یا دنیچون سوال کنید، ما شما رو وصل کنیم به وکلای اسپانیایی. اینم اینجا بگم متاسفانه اطلاعات درست رو آدم همیشه باید از جای درست بگیره. توصیه من اینه که هر کسی میخواد اقامت اسپانیایی رو بگیره با یه شرکت و وکلای اسپانیایی در ارتباط باشه. متاسفانه تو این مسئله ما سالهای گذشته دیدیم که خیلی ایرانی‌ها اومدن اینجا خودشون همین یه سال نیومده شروع کردن به اینکه من براتون اقامت میگیرم، من این کارا میکنم و بعداً خیلی مشکلات برای اون کسایی که میخواستن از ایران بیان با این افراد سر کار داشتن پیش اومده، پولاشون رفته یا نتونستن اقامت بگیرن. و باز میگم توصیه اینه که کسی موفقی که اطلاعات درست و منبع درست بگیره، منبع درست در کشور اسپانیا وکلای اسپانیایی هستن با سابقه که میتونید از طریق اونا اقامت رو بگیرید. خیلی عالی. مرسی از توضیحات. من یه سوال آخر رو بکنم بعد من ازم یه سوال دلی هم هست و خب شاید برای همه پیش بیاد. مثلا من تصور میکنم که میخوام بیام اینجا احساس تنهایی میکنم به خاطر اینکه تمام دوستای خودم رو تو آلمان از دست میدم. چه پیشنهادی میکنی یا چه نصیحتی میکنی که من از این چالشه بتونم عبور بکنم؟ ببین یه اتفاق خوبی که افتاد بعد از اینکه من اومدم اینجا، دوستایی که خیلی رفیق بودن درست دوست بودن دیگه، به هر حال شما آشنا داری، دشمن داری، دوست داری، رفیق داری، اونا به طبع میان اینجا سفر میکنن و اومدنشون جالبه و این رفت آمده خودش یک هیجانی بهت میده. یعنی تو اون دوستاتو میتونی داشته باشی برای اینکه با 2 ساعت پرواز از آلمان میان اینجا و یهو میان تو اون چند روز که اینجا هستن نزدیکتر بهشون میشی برای اینکه میدونی که یه چند روز اینجا هستن، به اضافه که تو هم میتونی بری. ضمن که دنیای مجازی الان من و دنی رو که از طریق اینستاگرام هم دیگر رو میشناختیم، البته اینجا باید بگم یه دوست خیلی خوبی داریم، فرزاد نیکپی عزیز، دمت گرم، یک کارگردان و یک آدم بسیار حرفه‌ایه که از بهترین هاست در رشته خودش در آلمان، باعث این دوستی شد، نزدیکی شد و میبینی که از طریق اینستاگرام و فضای مجازی همه با هم وصلن. از طریق استوری تو هر روز میتونی ببینی من کجام، تو کجایی و این چیزها یه خورده کم شده، ولی خب این اسپانیا این فضا رو میده که همه دوستا بلندشن بیان اینجا
و تو رو ببینن و روزای قشنگ می‌ذارن که ما هم بخوایم تو اون هوای خاکستری بذاریم بریم بغل رود راین یه عشق حالی بکنیم. این اتفاق برای منم پیش میاد، سالی چندین بار به آلمان سفر میکنم و خب دوستا رو میبینی. اینه. حالا منم یه سوال ازت دارم که سوال آخر منه، اولا بازم ممنون. میخوام بدونم با چیزی که از اسپانیا الان دیدی و خب من میدونم چون تو خیلی جا سفر میکنی، خیلی جا رو میبینی، خیلی آدما رو میشناسی، آدم بسیار مثبت و با کارنامه خیلی مثبته، توی فضای هنری هم خیلی کارهای مثبتی میکنی که اونجا حالا بعدها با هم خیلی کارا میتونیم بکنیم. ببینم که توی این کشورهایی که رفتی کجا رو انتخاب میکنی در نهایت برای زندگی و به چه دلیل؟ خب طبیعتاً تو این همه کشوری که دیدم اسپانیا در بالاترینشه. اولین دلیلش که خیلی برام مهم بود زبانشه، به خاطر اینکه تو وقتی زبان اسپانیایی رو بلد باشی تو خیلی از کشورهای دنیا میتونی بری صحبت بکنی با مردم. مثل آرژانتین، مثل حالا خیلی تمام آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی اسپانیا، مکزیک، نمیدونم پاراگوئه، اوروگوئه، کلمبیا، کوبا، خیلی بالای 20 تا کشورن که اسپانیایی صحبت می‌کنن. درست؟ آره. دلیل اولش این بود که در واقع زبان یک جورایی یک قدرتی رو بهت میده که میتونی همه جا بری و آب و هوا، مردم، غذا، یعنی چند تا فاکتور مهم کنار هم که وقتی میشینم پیشان هم میگم خب اسپانیا خیلی بهتر از ایتالیا و یونان و جاهای دیگه است برای من ایرانی که فرهنگش هم به من خیلی نزدیک‌تره و خیلی جای پیشرفت داره اینجا. یعنی اینجا پتانسیل بالایی داره. مثلا من اومدم اینجا کسایی که مثلا بلاگر هستن اینجا خیلی کمن. بله. کسایی که تو بیا اینجا خیلی کارا میتونی با هم بکنی. مثلا اینجا جای پیشرفت خیلی زیادی هست و من چطوری بگم بعد برم آلمان من کار دارم تو مسائل هنری و کارهایی که میتونیم با هم دیگه انجام بدیم. انجام زمینه که مثبت اندیشی تو باعث میشه که آدم همیشه دوست داره با دوستا و رفقایی داشته باشه مثل دنی جون و اصلا هم تعارف نمی‌کنم تو دوربین میگم بعدا هم این فیلم منتشر میشه برای اینکه انسان‌هایی که تفکرشون از اول می‌بینی مثبت و یا سریع می‌فهمی. به ضمن اینکه خب ماها چون خیلی سرمون به سنگ خورده تجربات خوبی هم در گذشته کردیم و سعی داریم میکنم. بنده به خودم میگم سعی میکنم روز به روز خودم رو بهتر کنم، هرچند که هنوز خیلی ضعف‌های زیادی دارم و اشتباهات گذشته‌مو روز به روز سعی میکنم حل کنم. خیلی ممنون از اینکه اینجایی اومدید پیش من و با هم این فیلم رو گرفتیم که حالا منتشر میشه در کانال‌های اجتماعی. ضمن که این چند روزی که اینجا هستی بازم استوریای زیادی از من و دنی خواهید دید در جای مختلف که ببینید اسپانیا چه جاهایی رو داره و چه کارهایی رو میتونی بکنی. مرسی دنی جون از اینکه اومدی. قربونت. دمت گرم. واسه افتخار بنده بود بهشتی که اجازه دادی بیایم اینجا با هم ویدیو رو بگیریم و یه جملات دلیان بگم اونه که آخرش به اون نقطه میرسی که میگی ارزششو داره. یعنی من به خودم گفتم تو دانیال ارزششو داره دوباره بری یه کشور دیگه، دوباره یه زبان دیگه یاد بگیری، دوباره یه مهاجرت دوم بکنی، چون دوباره از صفر شروع میکنی و وقتی همه این دلایل گذاشتم کنار هم آخرش دیدم ارزششو داره چون یه سرمایه گذاریه که تا آخر عمرت لذت میبری. 320 روز آفتاب میبینی، مردم خوب میبینی، آدمای مشتی و باحال پیدا میکنی. خیلی ممنونم ازت. امیدوارم که ما یه روزی همون برگردیم کشورمون ایشالله و جوری باشه که هر موقع صحبت کنیم در مورد کشورمون صحبت کنیم ایشالله. دمت گرم. مرسی. لایک و کامنت یادتون نره.